همه ما یه جایی ته ذهنمون میدونیم برای اینکه زندگیمون کامل، آزاد و پرمعنا باشه به پول نیاز داریم. خیلی ها میگن شادی ربطی به پول نداره، اما حقیقت ساده است. وقتی نداری، کاری رو که میخوای نمیتونی انجام بدی و زندگیت محدود میمونه. پول فقط یک کاغذ نیست. پول انرژیه. ابزاریه برای رشد ذهن، جسم و روح. وقتی نداریش، نمیتونی استعدادات رو بروز بدی. نمیتونی سفر کنی، یاد بگیری یا به کسی کمک کنی و در نهایت نمیتونی خود واقعی تو زندگی کنی. خواستن ثروت نشونه حرص نیست، نشونه زنده بودنه. جهان خودش در حرکته، همیشه در حال گسترشه و چون تو بخشی از همین جهانی، رشد و فراوانی حق طبیعی توئه. بناعت اجباری هیچ وقت فضیلت نبوده. آدم باید بتونه هر کاری رو که میخواد، هر وقت که میخواد انجام بده. اون موقع است که میتونه با لبخند بگه من ثروتمندم. امروزه بدون پول حتی یه زندگی معمولی هم ممکن نیست. اما ثروتمند شدن فقط به کار یا شانس ربط نداره. به نوع فکر کردنت ربط داره. اگه دو نفر یک کار مشابه انجام بدن ولی یکی موفق تر باشه، تفاوتش فقط در باور در عمله. اون که ایمان داره جهان پشتشه با اطمینان جلو میره، نه با ترس. و جهان به کسی جواب میده که با یقین حرکت میکنه. فقر از کمبود منابع نمیاد، از کمبود ایمان میاد. هیچ کس فقیر نیست چون فرصتها تموم شدن. فرصتها بی نهایتن چون خود زندگی بی نهایته. هر چیزی که توی این دنیا میبینی از یه وجود نامرئی ساخته شده. یه ماده بیشکل که مدام در حال خلق کردنه. هیچ وقت تموم نمیشه چون ذاتش آفرینشه. وقتی چیزی از بین میره فقط شکلش عوض میشه تا دوباره برگرده. طبیعت همیشه جبران میکنه. زمین چیزی رو از دست نمیده. فقط به شکل و فرم تازه‌ای اون رو به وجود میاره. این همون نیروی زنده جهانه که به آگاهی تو گوش میده. هر خواسته‌ای که از عمق درونت میاد، در اون ماده بیشکل ثبت میشه و به مرور در دنیای واقعی ظاهر میشه. پس اگه تا حالا چیزی ازت دریغ شده، به خاطر بیرحمی جهان نبوده، بلکه چون هنوز یاد نگرفتی با اعتماد به درونت زندگی کنی. ثروت یه تصادف نیست، یه انتخابه. انتخابی برای هماهنگی با نیرویی که هر لحظه در حال خلق جهانه. فکر آغاز خلقه، اما تا وقتی که به عمل نرسه هنوز ناقصه. خیلی ها رؤیا می سازن، اما فقط در ذهن. میخوان همه چیز خودش اتفاق بیفته، بیان که خودشون قدمی بردارن. اما قانون جهان اینطور کار نمیکنه. جهان فقط با حرکت زنده پاسخ میدهد. عمل تو باید از همون جنس باورت باشه. نه از ترس، نه از عجله، بلکه از اطمینان درونی. وقتی کاری انجام میدی با این حس که جهان پشتمه، حتی ساده ترین کار قدرت خلاق پیدا میکنه. اما وقتی از شک و تردید حرکت میکنی، اون عمل بی جان میشه. ظاهرش فعاله، ولی درونش خالیه. هر کاری که با ایمان انجام بدی، یه سیگنال واضحه به جوهره جهان. یه پیام که میگه من آمادم دریافت کنم. عمل هماهنگ با باور یعنی انجام دادن هر کاری با نیت درست،
در لحظه حال. نه فردا، نه وقتی شرایط کامل شد. الان. جهان فقط در الان زنده است. پس هر کاری که با نیت رشد و ایمان انجام بدی، در لحظه در مدار خلق قرار میگیره. شاید هنوز نتیجه رو نبینی، ولی نیروها در سکوت دارن حرکت میکنن. به زمان شک نکن. به مسیر شک نکن. وقتی با باور واقعی عمل میکنی، جهان شرایط رو طوری میچینه که خواستت خودش راهش رو پیدا کنه. این یعنی همون عمل ذهنی. یعنی حرکت فیزیکی، اما از درون آگاهی. نه برای اینکه چیزی رو ثابت کنی، بلکه برای اینکه با جریان آفرینش همجهت شی. فکر جرقه است، باور سوختشه و عمل همون چیزیه که رؤیا رو از ذهن به واقعیت میاره. همه چیز از یه منبع نامرئی ساخته شده، یه آگاهی زنده که در هر ذره، در هر فاصله، در هر نفس جریان داره. این آگاهی همیشه در حال خلقه. از دلش هر چی در جهان میبینی زاده میشه. هر چیزی که هست اول اندیشه‌ای بوده در ذهن همون آگاهی بی پایان. و حالا همون نیرو در درون ما ادامه داره. انسان میتونه تصویر ذهنی بسازه و وقتی اون تصویر رو با یقین و باور در دل این آگاهی بسپره، جهان شروع میکنه به شکل دادن اون تصویر. ما همه این توان رو داریم، ولی بیشتر آدم‌ها فقط ظاهر رو میبینن. فقر، ترس، کمبود و همونها رو دوباره در ذهنشون تکرار میکنن. اما کسی که یاد بگیره پشت ظاهر حقیقت رو ببینه، به قدرت واقعی ذهنش دست پیدا میکنه. وقتی در دل فقر به وفور فکر میکنی، در میان بیماری به تندرستی و در دل تاریکی به نور، در واقع داری با قانون هستی هماهنگ میشی. این کار ساده نیست، اما همینه که انسان را از محدودیت جدا میکنه. کسی که بتونه در میان کمبودها به فراوانی ایمان داشته باشه، به یه مرکز نیروی ذهنی تبدیل میشه. به انسانی که سرنوشتش رو خودش مینویسه. برای رسیدن به این نقطه باید 3 حقیقت رو بپذیری. اول، اینکه فقط یک آگاهی زنده و خلاق در جهان وجود داره و همه چیز از اون پدید میاد. دوم، اینکه هر فکری که در این آگاهی کاشته بشه دیر یا زود شکل میگیره. و سوم، اینکه انسان میتونه فکرش رو در این آگاهی بنشونه و با اون واقعیت خودش رو خلق کنه. وقتی این 3 اصل رو بپذیری، دیگه شک و ترس جایی توی ذهنت نداره. اون موقع میفهمی که میتونی هر چیزی رو به زندگیت دعوت کنی، به هر چیزی برسی و هر کسی بشی که میخوای. ذهن ابزار خلقه و ثروت فقط یکی از نشونه های اون خلق است. ذهن ابزار خلقه و ثروت فقط یکی از نشونه های اون خلقه. اون میلی که در درونت حس میکنی، اون خواست درونی برای رشد، برای بیشتر شدن، برای کاملتر زندگی کردن از خودت نمیاد. اون میل خود جهانه که از طریق تو میخواد خودش رو تجربه کنه. همون نیرویی که دانه کوچیک رو به سمت آفتاب میکشه، که رودخونه رو به دریا میبره و کهکشانها رو گسترش میده، داره از درون تو حرکت میکنه. میل به ثروت داشتن یه میل سطحی یا مادی نیست.
یه تمایل طبیعیه برای بیان بیشتر زندگی. جهان میخواد از طریق تو بیشتر بدرخشه. برای همین میخواد تو همه چیز داشته باشی. ابزاری برای رشد، تجربه، آفرینش. برای اینکه بتونی اون نیروی درونی رو به عمل بیاری. هرچقدر بیشتر داشته باشی، بیشتر میتونی خودت رو ابراز کنی. و این همون چیزیه که هستی ازت میخواد. اما یه نکته هست. ثروت فقط وقتی واقعی و پایدار میشه که با رشد درونی همراه باشه. اگه هدفت فقط رقابت باشه یا اینکه از بقیه جلو بزنی، اون میل تبدیل میشه به ترس. ترس از کمبود، ترس از باختن. اما وقتی هدفت رشد درونیه، وقتی میخوای به بهترین نسخه خودت تبدیل شی، اون وقت ثروت یه ابزار میشه برای زندگی عمیق‌تر. ثروت یعنی آزادی برای یاد گرفتن، برای سفر کردن، تجربه کردن، دوست داشتن و بخشیدن. نه برای برتری، بلکه برای شکوفایی. اگه بخوای فقط برای لذت لحظه یا خود نمایی ثروتمند شی، یه چیزی کم میمونه. اون میل درونت ساکت نمیشه، چون هنوز با اصلش هماهنگ نیستی. اما اگه بخوای ثروتمند شی تا جهان از طریق تو خودش رو بهتر بیان کنه، اون وقت جریان باز میشه. همه چیز باهات همسو میشه. تو لازم نیست با هیچ کس رقابت کنی. هیچ کس چیزی نداره که تو نتونی بهش برسی. تو لازم نیست از کسی چیزی بگیری، چون هر چی بخوای در سطحی دیگه از آگاهی منتظرته. رقابت ذهن رو درگیر کمبود میکنه، اما خلاقیت ذهن رو به وفور وصل میکنه. وقتی خلاق فکر میکنی، خودت منبع خلق میشی و چیزی که از مسیر خلق بیاد نه از تو گرفته میشه، نه از کسی دیگه. جهان ازت نمیخواد فداکاری کنی یا از خودت بگذری. میخواد شکوفا شی. میخواد کامل شی. میخواد تبدیل شی به انسانی که میتونه کمک کنه، نه از فقر، بلکه از وفور. تو فقط وقتی واقعاً میتونی به بقیه کمک کنی که خودت پر از انرژی، آگاهی و توان باشی. و این یعنی باید ثروتمند شی. در ذهن، در احساس، در تجربه و در واقعیت. جهان از مسیر تو رشد میکنه. پس میل به ثروت، میل به زندگی بیشتره. و تا وقتی با اون میل صادقانه هماهنگ بمونی، هیچ چیز نمیتونه جلوت رو بگیره. ذهنی که باور به کمبود داره، ناخودآگاه وارد رقابت میشه. ولی همون لحظه که به کمبود فکر میکنی، قدرت خلاق درونت خاموش میشه. هر بار که تصور میکنی پول محدوده یا اینکه ثروت فقط دست یه عده است، در واقع داری در آفرینش رو به روی خودت میبندی. پول فقط از بانک ها نمیاد. از خود آگاهی جهان میاد. از همون جوهره نامرئی که همه چیز ازش ساخته شده. اگه نیاز به پول داری، با اطمینان بدون که در لحظه درست میرسه. حتی اگه جهان مجبور بشه 1000 راه تازه باز کنه. حتی اگه فردا در زمینهای ناشناخته طلا کشف بشه، اون انرژی تأمین راهش رو پیدا میکنه. منبع بی نهایته. همه چیز از جوهره‌ای میاد که هیچ پایانی نداره. فقط باید بتونی در ذهنت باور وفور رو زنده نگه داری. وقتی به کمبود فکر میکنی، در مدار رقابت میافتی. ولی وقتی به وفور فکر میکنی و مطمئنی که جهان پاسخ میده، در مدار خلق قرار میگیری. به پول، زمین،
فرصت یا زمان مثل چیزهایی نگاه نکن که از قبل بین دیگران تقسیم شدن. هیچ چیز از تو گرفته نشده، چون هر آنچه نیاز داری از سرچشمه‌ای تازه در راهه. یادت باشه، همه چیز از یه جوهره زنده ساخته شده. اون جوهره به افکار تو پاسخ میده و وقتی فکری از جنس ایمان و یقین بهش بدی، شروع میکنه به شکل دادن همون فکر. تو با ذهنت میسازی و ثروت از مسیر آگاهی تو میاد. ثروتمند شدن یعنی دادن ارزش. یعنی هر چیزی که به دیگران میدی بیشتر از اون چیزی باشه که در ظاهر میگیری. وقتی چیزی به کسی میفروشی، سوال نکن چقدر پول در میارم. بپرس چقدر زندگیش بهتر میشه. ثروت واقعی نتیجه خلق ارزشه، نه نتیجه رقابت. جهان قانون خودش رو داره. هر چیزی که باعث بشی زندگی بقیه بهتر بشه، زندگی تو رو هم بالا میبره. اگه کسی ازت چیزی بخره و حس کنه زندگیش غنی‌تر شده، اون لحظه ثروت از هر دو طرف جریان پیدا میکنه. ولی اگه چیزی بفروشی که ارزشی برای طرف مقابل نداره، در واقع بخشی از نیروی آفرینشت رو از بین بردی. پس به جای اینکه بخوای از بازار چیزی بقاپی، بهش چیز تازه‌ای اضافه کن. خلق کن، بساز، ارزش بیافریم. وقتی هر کسی که با تو روبرو میشه احساس کنه بعد از دیدن چیزی درونش رشد کرده، اون وقت ثروت بدون تلاش دنبالت میاد. دست از رقابت بردار. هیچ کس مانع تو نیست و هیچ کس نمیتونه جلوی جریان آفرینش تو رو بگیره. تو با هر فکر و هر عملت میتونی بخشی از وفور این جهان رو فعال کنی، به شکلی که به همه برسه. هیچ وقت باور نکن که پول محدوده، که فرصتها تموم شدن یا دیگه چیزی برای کشف باقی نمونده. چون همون لحظه که به محدودیت فکر میکنی، از جریان خلاق جدا میشی. باور کن که هرچی نیاز داری در راهه. شاید هنوز مسیرش معلوم نباشه، ولی جهان داره راهش رو پیدا میکنه تا بهت برسونه. هیچ چیز کمیاب نیست. ثروت، فرصت، ایده، همه از منبعی میان که بی پایانه و هیچ کس نمیتونه چیزی رو ازت بگیره که از اون سرچشمه میاد. وقتی چیزی میخوای، بهش با یقین فکر کن، نه با تردید، نه با ای کاش بشه، بلکه با احساسی از درون که میگه الان داره میاد، الان در حال ساخته شدنه. از اون لحظه دربارش حرف بزن، انگار که همین حالا در زندگیت هست، با باور، با اطمینان، با همون حالت ذهنی کسی که میدونه اتفاق افتاده. چطور قراره به دست بیاد، چطور مسیرش باز میشه، این دیگه کار تو نیست. وظیفه تو فقط اینه که باور رو نگه داری. کائنات خودش مسیرها رو طراحی میکنه و وقتی خواستت با نیت پاک همراه باشه، اون مسیر همیشه به نفع همه باز میشه. همین نیروی خالق باعث شده ذهن انسان ماشین بسازه، پرنده‌ای آهنی خلق کنه و صدای خودش رو به دورترین نقطه زمین برسونه. چون میل به رشد، میل به آفرینش، خود روح زنده جهانه. تو میتونی هر چیزی داشته باشی که واقعا نیاز داری، چون جهان میخواد از طریق تو زندگی کنه. یادت باشه، میل تو برای بیشتر شدن در واقع میل خود کائنات برای بیان خودش از راه تو. اون میخواد از درونت کار کنه، با دستان چیزهای زیبا بسازه،
با صدات موسیقی خلق کنه، با کلماتت الهام ببخشه. مثل پسرکی که پشت پیانو نشست و گفت میتونم حس کنم موسیقی از درونم میخواد بیاد بیرون، ولی انگشتام هنوز نمیتونن باهاش هماهنگ شن. اون موسیقی همون نیروی آفرینش بود که میخواست از درونش عبور کنه و خودش رو بیان کنه. و این میل درون همه ما هست. جهان از طریق ما خودش رو وسعت میده. برای همینه که میخواد ما ابزار لازم رو داشته باشیم. ساز، قلم، زمان، ثروت، آزادی، تا بتونه از مسیر ما بیشتر زندگی کنه. پس نترس از خواستن، از بزرگ خواستن، از آرزوهای وسیع. خواستن بزرگ یعنی آمادگی برای پذیرش زندگی بیشتر. تنها وظیفه تو اینه که تصویر ذهنی خواستت رو شفاف نگه داری با ایمان و اون رو در ماده زنده و بیشکل جهان حک کنی. اون نیروی آفرینش همیشه به صدای تو پاسخ میده. یه مرد فقیر بود که از یه اتاق اجاره‌ای شروع کرد. وقتی یاد گرفت تصویر ذهنی خواسته هاش رو توی آگاهی جهان ثبت کنه، فقط چند هفته طول کشید تا چیزهایی که میخواست بهش برسن. فرش، بخاری و بعد خونه‌ای که همیشه آرزوش رو داشت. اون فهمید قانون کار میکنه، اما یه چیز دیگه هم یاد گرفت. اینکه نباید خواسته هاش رو کوچیک نگه داره. هرچقدر تصویر ذهنیش روشن‌تر و با ایمان‌تر میشد، جهان دقیق‌تر پاسخ میداد. و اون روز فهمید که این فرایند فقط با یه چیز کامل میشه: قدردانی. شکرگزاری یعنی وصل بودن به همون نیرویی که همه چیز رو میسازه. وقتی سپاسگزاری میکنی، در واقع داری به جهان میگی من دارم میبینم، من متوجهم که تو کار میکنی. اون لحظه جریان خلق قوی تر میشه. ولی سه اصل ساده وجود داره. اول، بدون که فقط یه نیروی زنده و آگاه در جهانه، همون آگاهی زنده و بیشکل که ازش همه چیز پدید میاد. دوم، باور کن که این آگاهی آماده است تا هر چی بخوای بهت بده اگه با ایمان و هماهنگی عمل کنی. و سوم، از طریق احساس واقعی شکرگزاری به اون نیرو متصل شو. خیلیا فقیر میمونن نه چون تلاش نمیکنن، بلکه چون بعد از گرفتن نعمت رشته شکرگزاری رو رها میکنن. هرچی بهش سپاسگزاری نشون بدی بهت نزدیکتر میشه و هرچی نزدیکتر بشی وفور بیشتری جذب میکنی. شکرگزاری ذهن رو با منبع ثروت هماهنگ نگه میداره. تو رو از ترس کمبود بیرون میاره و به جای رقابت وارد جریان خلق میکنه. اگر میخوای جهان به خواستهات پاسخ بده، باید از همین حالا برای چیزهایی که داری و حتی چیزهایی که هنوز نیومدن شکرگزاری کنی، چون این یعنی باور. قانون شکرگزاری یه قانون طبیعی متقابله. هر احساسی که از تو به جهان میفرستی، جهان با همون شدت به سمتت برمیگردونه. وقتی از ته دل میگی ممنونم، جهان فوراً حرکت میکنه. چیزها شروع میکنن به شکل گرفتن و مسیرها باز میشن. و جالبه، هرچی بیشتر قدردان باشی، ذهنت خودش رو بیشتر در هماهنگی با منبع قرار میده. اون موقع است که خلق کردن آسون میشه. نه چون دنیا تغییر کرده، بلکه چون تو بهش وصل شدی. هرچقدر در ذهنت به جهان نزدیکتر باشی، جهان هم به تو نزدیکتر میشه. وقتی درونت پر از سپاسگزاریه، نیروی نامرئی شروع میکنه به حرکت و خواستهات قدم به قدم به سمتت میان. شکرگزاری
مثل رشته نوریه که بین تو و آگاهی جهان کشیده میشه تا وقتی این رشته فعاله ارتباطت با سرچشمه قدرت حفظ میشه. اما نباید فقط وقتی اوضاع خوبه سپاسگزاری کنی. باید در تاریکی هم قدردان بمونی. وقتی همه چیز برخلاف میلت پیش میره، ذهن وسوسه میشه به کمبود، ترس یا ناامیدی فکر کنه. ولی اگه همونجا در دل آشفتگی بتونی دوباره به سپاسگزاری برگردی، یعنی هنوز در مسیر خلقی. جهان همیشه مثل آینه عمل میکنه. به هر چیزی که توجه میکنی شکلش رو در زندگیت میسازه. اگه بر کمبود تمرکز کنی، کمبود رو زیاد میکنی. ولی اگه روی بهترین ها تمرکز کنی، خودت هم بخشی از اون بهترین ها میشی. ذهن سپاسگزار همیشه رو به بالاست. به سمت نیکی، به سمت رشد، به سمت وفور. و چون با نیکی هم فرکانسه، فقط نیکی رو جذب میکنه. ایمان از دل همین سپاسگزاری رشد میکنه. کسی که قدردانه همیشه در انتظار چیزهای خوبه و این انتظار همون ایمانه. هر موج سپاسگزاری که از تو بیرون میره با نیرویی چند برابر برمیگرده. چون این قانون طبیعته. هر ارتعاشی که میفرستی با همون شدت به سوی تو برمیگرده. کسی که شکرگزاری نمیکنه نمیتونه ایمانش رو نگه داره و بدون ایمان ذهن از مدار خلق بیرون میفته. برای همین یاد بگیر از هر چیزی در زندگیت سپاسگزار باشی، حتی از تجربه‌های سخت. چون هر اتفاق داره تو رو رشد میده. هرچقدر ایمانت بیشتر باشه، دریافتت هم عمیق‌تر میشه. به جای تمرکز بر اشتباهات دنیا یا رفتار سیاستمدارها، به خودت یادآوری کن همین نظام به ظاهر ناقص زمینه فرصت‌های تو رو فراهم کرده. اگه بانک‌ها، شرکت‌ها یا دولت‌ها نبودن، جریان ثروت و تبادل هم شکل نمی گرفت. پس حتی از اونها هم در ذهنت تشکر کن. چون به نوعی بخشی از سازوکار رشد تو هستن. وقتی با همه جهان در هماهنگی باشی، جهان هم در هماهنگی با تو حرکت میکنه. و اون وقته که چیزهای خوب خودش میان سراغت. بی دغدغه، بی رقابت، بی تلاش، بی ثمر. در نهایت فقط یه چیز مهمه. بدونی چی واقعاً از ته دلت میخوای. نه چیزی که به نظرت لازمه، بلکه اون خواسته‌ای که از عمق وجودت بلند میشه. وقتی با اون آرزوی واقعی در ارتباطی، خودش به طور طبیعی در مرکز ذهنت باقی میمونه. در لحظه های خلوتت خودت رو در حالی تصور کن که اون خواسته برآورده شده. با تمام حس و جزئیاتش. بو، رنگ، نور، لمس چیزهایی که ازش حرف میزدی. تمرکز کار سختی نیست وقتی چیزی رو واقعاً بخوای. سختی فقط برای چیزهایی است که قلبت بهشون بی‌اعتناست. وقتی میل درونت قوی باشه، مثل عقربه قطب نما عمل میکنه. همیشه برمیگرده به مسیر خودش، حتی وقتی حواست پرت بشه. اگر اون میل ضعیفه، احتمالاً حرفها و آموزه ها هم خیلی برات کار نمی کنن. اما اگه واقعاً خواستت عمیقه، به قدری قدرتمند میشه که راحت تر از هر عادت قدیمی پیرویش میکنی. هرچه تصویر ذهنیت روشن‌تر و واقعی تر بشه، میل درونت هم قوی تر میشه. و هرچه اون میل قوی تر باشه، پایداری در مسیر هم راحت تر میشه. اما تصویر ذهنی به تنهایی کافی نیست. باید پشتش تصمیمی محکم باشه. تصمیمی برای تحققش. و پشت اون تصمیم
باید ایمانی تزلزل ناپذیر باشه. ایمان به این که اون خواسته الان بخشی از زندگی توئه. در ذهنت همین حالا در خونه رویاهات زندگی کن. در جهانی که ساختی قدم بزن. اونجا نفس بکش. چون در سطح ذهنی اون واقعیت همین حالا وجود داره. وقتی تصویری روشن داری و باور داری که واقعاً به تو تعلق داره، اون تصویر دیر یا زود به شکل واقعی در میاد. پس از همین حالا طوری فکر کن و احساس کن انگار همه اون چیزها از آن تو هستند. انگار در حال لذت بردن ازشون هستی. نه به عنوان خیال، بلکه به عنوان واقعیتی در حال تجربه. تا جایی ادامه بده که ذهن و بدنت باهاش یکی بشن. و بعد ایمان داشته باش. به همون یقین ساده کودکانه. هیچ تردیدی به ذهنت راه نده. و همونطور شکرگزار باش که روزی خواهی بود وقتی خواستت به حقیقت پیوسته. کسی که میتونه از ته دل برای چیزی که هنوز فقط در ذهنش سپاسگزاری کنه، در واقع در حال تجربه اون در سطحی بالاتره. و همین باعث میشه در دنیای فیزیکی هم ظاهر بشه. لازم نیست هر روز بارها و بارها از جهان بخوای. وظیفت فقط اینه که تصویر ذهنت رو زنده نگه داری. هر بار که بهش فکر میکنی، اون تصویر رو واضح‌تر، واقعی‌تر و پر انرژی‌تر ببین. جهان از روی کلمات تو کار نمیکنه. از روی حالت درونت کار میکنه. تو با دعاهای تکراری جهان رو قانع نمی‌کنی، بلکه با احساس یقین و با زنده نگه داشتن اون تصویر در ذهنت اون رو به واقعیت تبدیل می‌کنی. دعا یعنی هر لحظه در هماهنگی با خواستت بودن. نه فقط گفتن، بلکه زیستن در اون فرکانس. وقتی این کار رو بکنی، هیچ چیزی نمیتونه جلوی خلق شدنش رو بگیره.